او کورنۍ نظام. اسلام و نظام خانواده. د اسلام پرانا کې د کورنۍ و مسائلو بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو صدای شریعت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم نوبت برنامه اسلام و نظام خانواده رسید. من محمد فواد محمودی همراه مولوی صاحب احسان الله کاشفی در خدمت شما شنونده های عزیز قرار داریم و در مورد موضوع اهمیت آداب و اخلاق در فضای خانواده انشاءالله صحبت می داشته باشیم. در آغاز جناب مولوی صاحب کاشفی بسیار خوش آمده و بخیر و سلامت باشین. ما هم به نوبت خود سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیزی این برنامه خوبی شما. بخیر سلامت باشین کاشفی صاحب. در آغاز بهتر از بدانیم خانواده چیست؟ خانواده به گروهی از افراد مرتبط با یکدیگر از نظر نسبت و ارتباطات میان آنها اطلاق می شود. این ارتباطات معمولاً بر اساس ازدواج، تولد یا ارتباطات دیگری میان افراد برقرار می شود. خانواده ممکن است شامل والدین، فرزندان، برادران و خواهران، جد و همسران و سایر افراد باشد که با یکدیگر به عنوان یک واحد اجتماعی مرتبط هستند. خانواده نقش مهم در رشد، تربیت و پشتیبانی افراد دارد و ارتباطات درون خانواده می تواند تأثیر بسیار زیاد بر زندگی افراد داشته باشد. چرا باید بر روابط و رفتار خود در خانواده توجه ویژه‌ای داشته باشیم؟ خانواده محیط اولیه برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی است. روابط سالم در خانواده می توانند الگوی برای ارتباطات بیرون از خانه فراهم کند. تعاملات در خانواده به عنوان یک محیط آموزشی و تربیتی عمل می کند و می تواند به رشد و توسعه فردی کمک کنند. روابط سالم در خانواده می تواند به تقویت سلامت روحی و روانی افراد کمک کنند و از بروز مشکلات روانی جلوگیری کند. توانایی در مدیریت و حل مشکلات در خانواده مهارت است که به فرد در زندگی اجتماعی و شغلی به کمک می آید. رفتارهای فرد در خانواده ممکن است الگوی رفتارهای آینده او در جوامع دیگر را شکل دهد. روابط قوی و سالم در خانواده احساس امنیت و تعلق را تقویت می کند و می تواند به کاهش استرس و تنش‌ها کمک کند. خانواده ممکن است در مواقع دشوار به عنوان یک منبع قوی پشتیبانی عمل کند و از فرد در مواجهه با چالش‌ها حمایت کند. با توجه به این مسائل، مدیریت و تقویت روابط در خانواده به عنوان یک موضوع اساسی و مؤثر در بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه به شمار می رود. اگر بخواهیم رفتار شایسته و اصولی در جامعه داشته باشیم، ابتدا باید آن را از کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است آغاز کنیم و سپس آن را در جامعه بزرگتر گسترش دهیم. این آداب را به صورت قانون تعریف کنید و به اجرای آن پایبند باشید تا آرامش و احترام در خانه تان حضور همیشگی داشته باشند. روی همین موارد همراه مولوی صاحب صحبت‌هایی می داشته باشیم که از منظر دین نقش و جایگاه خانواده و همچنان اهمیت آداب و اخلاق در خانواده یا فضای خانواده چی رول اساسی را بازی میکنه. جناب مولوی صاحب از همینجا آغاز میکنیم. بهتر است از این موضوع آغاز کنیم که نقش ادب در خانواده از نگاه اسلام چی جایگاهی دارد؟ بسیار زیبا. باز هم خیلی ها الله متعال را سپاسگزار هستیم اینکه برای بیانات دینی و برای اصلاح جامعه و برای محبت ایجاد کردن در مابین خانواده ها و فامیل ها این برنامه را پروردگار برای ما توفیق داد که پیش ببریم و لحظات بیانات دینی داشته باشیم. واقعا سوال بسیار مهمی را شما بیان کردین محمودی صاحب، این که ادب در خانواده از نگاه اسلام چه جایگاهی دارد. اگر ما نگاه عمیقی داشته باشیم و نگاهی عمیقتری بکنیم، میبینیم که تمام خوبی ها و زیبایی یک خانواده از آداب نشأت میگیرند و آداب هست که صمیمیت ها را در داخل خانواده به وجود می آورد و همین دوستی ها و محبت ها که همان ادب گفته می شوند، همین ادب اسلامی هست
که در داخل فامیل میبینیم که فرزندان با پدر بسیار محبت و صمیمیت می داشته باشند، همان جایگاه پدر را در نظر دارند و بزرگی و مقام و منزلتی که الله متعال بر پدر و بر مادر نصیب کرده، فرزندانی که ادب داشته باشند و واقعا ادب قرآنی را در خود داشته باشند، اینجا میبینیم که بسیار فضای پر از ایمانی در خانواده ما میبینیم که به وجود آمده. پس اگر خدای ناکرده ما از آداب بدور بوده باشیم و در داخل فامیل ادب را مراعات نکنیم که با پدر چگونه صحبت بکنیم، با مادر چگونه صحبت بکنیم و همچنین با خواهران چگونه صحبت بکنیم، برادران بین یکدیگر چگونه صحبت بکنن، و اگر مقام و منزلت یکدیگر را در نظر نگیریم و هر قسم خواستیم صحبت بکنیم. یک مثال بسیار کوتاهی بتیم محمودی سی، به طور مثال ما در داخل خانه نشسته هستیم، وقتی که پدر از بیرون داخل خانه می شود، ایمان و ادب اسلامی ایجاب می کند که ما باید از جای خود بلند شویم، پدر خود را به بلندتر راهنمایی بکنیم یا پدر خود را از دستش بگیریم، بریم او را بغل بگیریم، بوسه بکنیم از پیشانی پدر و بسیار با یک جبین باز، با یک آغوش باز از پدر استقبال بکنیم. اینجاست که پدر دعای خیرش همیشه بدرقه راه ما می شود. اینجاست که هیچگاه انسان مسلمان و فرزند عزیز در داخل خانه و فامیل به پریشانی و سختی روزگار دچار نمی شود. الله متعال چقدر زیبا بیان می کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعل بینکم مودة و رحمه. هدف از ایجاد خانواده ها مراعات کردن آداب است. یعنی وقتی که در داخل فامیل و در داخل یک خانواده در زیر یک سقف افرادی که زندگی میکنن، این افراد باید بین یکدیگر محبت داشته باشند. این افراد باید دست یکدیگر را بگیرند و آنچه که به خود میپسندند برای یکدیگر هم بپسندند. به طور مثال خیلی برادرانی هستند که در یک خانه زندگی میکنند. این نمی شود که یک برادر و یک فرزندی پدر تمام مصارف خانواده را او به عهده بگیرد، برادران دیگر شانه خالی بکنند، برادران دیگر احساسی همبستگی و احساس محبت و احساس غمخواری نداشته باشند. این زندگی میبینیم که به پیش نمی رود، این زندگی جور نمی آید. اینجا تمام برادران در خانه ای که زندگی میکنن به خاطر این که همان محبت را نگاه بکنیم، همان دوستی ها را نگاه بکنیم و همان جایگاه اخوت و برادری را حفظ بکنیم، این ناچار هستیم که باید هر کس تا همان اندازه‌ای که توانایی داریم تلاش بکنیم به خاطر پیشبرد روزگار خود و زحمت بکشیم و به خاطر اینکه خانواده ما خانواده ثابت و خانواده‌ای که بر اساس دینداری و اسلامداری شناخته شوند، ما باید آداب اسلامی را در داخل فامیل و خانواده مراعات بکنیم. بالکل و خیر باشین جناب مولایی صاحب. ما شما هم شاهد هستیم که بیشترین مسئولیت خانواده به دوش پدر خانواده هست. بالکل. و پدر خانواده تمام مسئولیت هایی که در خانواده داره به بهترین شکلش انجام میده. اما متاسفانه بگوییم در خانواده ها بعضی از پسران هستند یا جوانان هستند که وقتی که پدرشان موی سفید میشه یا ریش سفید میشه و توانایی کار نمی داشته باشه، در خانه امرایش طور رفتار میکنن که گویا یک نانخور اضافی در خانواده باشه و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات میشه. هم از لحاظ دینی مشکل وجود داره و هم از لحاظ خانوادگی یک فضای نامناسب ایجاد میکنه. در این مورد شما چی گفتنی دارید؟ سوال خوبی را باز هم محمود سیب شما اشاره کردین. واقعا الله متعال بیان میکند که بدترین انسان و بدترین فرزند کسی هست که وقتی که پدر و مادرش به سن پیری میرسن آنها را احترام نمی کند. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن پوزی انسان به خاک مالیده شود یا بنی انسان به خاک مالیده شود. دوستان عزیز، از این که بنی انسان به خاک مالیده شود، این همان نهایت ذلت و خواری را بیان می کند. یعنی کسی خار باشد، ذلیل باشد که پدر و مادر خود را در سن پیری می بیند و در سن پیری در می آود ولیکن جنت را از آن خود نمی کند. به چی معنا؟ به این معنا که خدمت والدین را نکرد، خدمت پدر و مادر را نکرد، دعای خیر پدر و مادر را به خود نگرفت. این انسان تباه است و ذلیل است. پس دوستان عزیز، قسمی که محمودی سے بیان کردن
متاسفانه وقتی که پدران عزیز ما، مادران عزیز ما به سن کهولت میرسن، پیری میرسن، فرزندان به دید دیگری متاسفانه آنها را نظر میکنن، گویا اینها بار دوش هستند، اینها یک نانخوری اضافه هستند، اینها کسی هستند که خوشی های ما را از ما گرفتن و نمیگذارند که ما با زن و فرزند خود خوشی داشته باشیم، راحت بوده باشیم و اگر خواسته باشیم رستورانتی هست، هتلی هست یا جای تفریح و چکری هست، نمیگذارند که ما این قسم چکرها و سیاحت ها داشته باشیم. اینجاست که میبینیم که حتی عروس ها با خسرهای خود دعوا و جنجال و کشمکش و فرزند هم بلند می شود از خانم خود دفاع می کند. این پدری که به خاطر بزرگ کردن تو فرزند کمر او خمیده شد، شانه های او خمیده شد، پوک شد و همچنین آن ذهن و فکری که داشت او را به خاطر بزرگ کردن تو از دست داد. امروز تو فرزند بلند می شوی، پدر را با این تمامی آرزوهایی که داشت که یک روزی تو فرزند یک عصای شوی به دستی پدر، یک عصای شوی که پدر بر تو تکیه بزند و سختی های روزگار را دیگر نتاند که آن مشکل و آن سختی کمر پدر را بشکند، ولیکن تو آمدی به خاطر 2 روز دنیا و به خاطر زن و فرزندی که داریم، پدرانی که آنها ضعیف شدن، پدرانی که بیچاره شدن، آنها را میبینیم که دوباره با آن بی‌تفاوتی که ما داریم بار آنها را سنگین تر کردیم و خستگی و پریشانی آنها را زیادتر کردیم. همین جاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند انسانی که در سن پیری دعای پدر و مادر را نمیگیرد، او زندگی دنیا و آخرتش تباه است، زندگی دنیا و آخرتش از دست رفتن. بیاین دوستان عزیز تمام زندگی خود را در اختیار پدر قرار بدیم، چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک پیرمردی آمد به پیش حبیب خدا، گریه کرد. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم دلش سوخت، گفت چی شده؟ گفت حالا که پیر شدیم فرزندم مرا از خانه می کشد، حالا که پیر شدیم فرزندم دیگر نسبت به ما آنقدر دلسوزی و مهربانی ندارد. این مرا ببین ای پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم که تمام جوانی خود را به پای فرزند خود ریختم و او را بزرگ کردم و به این زندگی رسید، او صاحب زن و فرزند و خانواده و روزگار شدم، امروز به ما ارزش قائل نمی شود و اگر از اون مال طلب بکنم بری ما مال نمی دهد، بری ما پیسه نمی دهد. پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم فرزند او را طلب کرد و گفت از خدا بترس، گفت از خدا شرم کن، انت و مالک لابیک، تو و مالت از پدرت هستین، نکن این قسم بی انصافی، نکن این قسم ظلم. تو باید آن دعای خوبی که پدر دارد و او را همیشه با خود داشته باشی و دعای پدر بدرقه راه تو باشد و دعای پدر همیشه تو را از ناملایماتی روزگار و از بلاهای آسمانی و زمینی تو را در حفظ می داشته باشد. پس کوشش کن که از این به بعد احترام پدر را داشته باشی. بالکل جناب مولوی صاحب نکات خوب را اشاره کردین. در مقابل والدین حتی از کلمه اوف نباید ما شما استفاده کنیم. پدر و مادر جایگاه بسیار والای در دین اسلام دارن و باید در خانواده هم بسیار جایگاه والای داشته باشند. که پدر ما شما جوانیشان به خاطر ساخت ما شما از دست دادن، در زندگیشان در جوانیشان بسیار تلاش کردن تا ما شما راحت باشیم. امروزه که پدران ما شما ریش سفید شدن یا موی سفید شدن و توانایی کار ندارن، باید ما شما احسایشان باشیم و چنان اخلاق و آداب یا ادب در مقابلشان داشته باشیم که به اندازه که یک کلمه اوف هست علیهشان استفاده نکنیم، خدای نخواسته رنج نبرن از ما شما و دعای بد در حق ما شما نکنن. چون به اساس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن وای به حال کسانی که پدر یا مادرشان زنده باشن و اینا جنت کمایی نکنن. پس از این حدیث معلوم میشه که پدر و مادر بسیار حقوق والایی دارن و در مقابل پدر و مادر باید ما شما آداب و نزاکت بسیار عالی داشته باشیم. خب مولوی صاحب باز هم برمیگردیم به این موضوع که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانوادهشان از آداب و اخلاق والایی داشتن. غیر شما بهتر میفهمید و
ما شما من حیث امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر نیست که اخلاق محمدی را در خانواده خود پیاده کنیم؟ آداب و نزاکت هایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانوادهشان داشتن، ارتباطی که در خانوادهشان داشتن، دوستی و محبت و نرمی که در خانوادهشان داشتن، از همین محبت و نرمی در خانواده خود داشته باشیم، بسیار فایده های در زندگی ما شما خواهد داشت. بیشک اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم در داخل خانه بسیار زیبا بودند. حتی بیان میکند خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما انسانها کسی هست که در داخل فامیلش بهترین بوده باشد و من نسبت به شما انسانها در داخل فامیلم بهترین انسان هستم. یعنی حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین بیان میکند هر وقت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میدیدیم که داخل خانه میشد، میدیدیم که با طرف ما لبخند میزد. هر بار اگر از جهاد می آمد، از مسجد می آمد یا از جای دیگری که می آمد، همین که دروازه خانه را که باز می کرد، ما که طرفش نگاه می کردیم که با لبخند داخل خانه می شد. هیچگاه پیشانیش ترش نبود، هیچگاه جبینش ترش نبود، هیچگاه خسته و پریشان نبود و هیچگاه خستگی های بیرون از خانه را در داخل خانه سری خانمان خود خالی نمی کرد. قسمی که متاسفانه بعضی ما انسان ها هستیم از داخل کار و دفتر و وظیفه‌ای که داریم، وقتی که حرکت میکنیم به سوی خانه خود، وقتی که دروازه خانه که باز میشود، فرزندان هر کس به جای فرار میکند. فرزندان هر کدام به گوشه از خانه قایم میشود. زن و فرزند میروند به یک اتاق دیگری میروند که همین پدرمان خسته هست، همین پدرمان جنجالی هست و قربان نظری هست که متاسفانه سر صدا و جنجار و کشمکش ها و خستگی ها را در داخل فامیل به وجود می آورد. و حتی پدر نشسته هست، فرزندان حق ندارند که بلند صحبت بکنن، فرزندان حق ندارند که بازی بکنن، اگرچه اطفال هستن، اگرچه کودک هستن، اگرچه 3 ساله و 4 ساله فرزند هستن که خوب وقت بازی کردنشان هست. ببینید دوستان عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در داخل فامیل هست، حضرت حسن و حسین بر شانه های مبارک بلند می شوند. پیغمبر مبارک در سجده می رود، حضرت حسن و حسین بر بالای شانه های مبارک سوار می شوند و بلند می شوند. پیغمبر مبارک چیزی نمی گوید، با آنها بازی می کند، با آنها خنده می کند، با آنها شوخی و مزاح می کند. حضرت عایشه رضی الله عنها خانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یک روز مسابقه دوش میتن. سبحان الله، چقدر زیبا هست که شوهر با خانم خود مسابقه دوش میدهد. حضرت عایشه سیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میبرد. حضرت عایشه سیب میبینیم که سبقت میگیرد، بار دیگر مسابقه میزنند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبقت میگیرد. یعنی دوستان عزیز میبینیم که چقدر محبت ها ما بین یک شوهر و یک خانم باید بوده باشد. امروز ما نمیگذاریم که خانمانمان بالای موضوع با شوهران خود مشوره بکنن. تو چی هستی که با ما مشوره میکنی؟ تو حقت کجا هست؟ تو جایگاه خدا دیدی؟ تو مقام خود را دیدی؟ تو زن هستی، مکلف هستی که فقط خانه جارو بکنی، غذا آماده بکنی، لباس شست و شو بکنی و کاسه و ظرف خود بشویی و آشپزخانه وظیفه تو هست و خلاص. نخیر برادران عزیز، نخیر پدران بزرگوار، بیاین ببینیم تاریخ اسلام و زندگی نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در باب زندگی خانوادگیش. چقدر یک زندگی زیبایی داشتن، محبت ها با فامیل داشتن. حتی میبینیم وقتی که ازواج مطهرات همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای میخواهند بروند، قرعه کشی میشود. چقدر زیبا هست. این صمیمیت را ببینین، این دوستی و محبت را ببینین. امروز متاسفانه اگر برادری از ما 2 زن داشته باشد، میبینیم که یکیشان زندگیش جهنم قرار گرفته، دوزخ قرار گرفته، یکی دیگر را ناز و نعمت، یکی دیگر را بردن به رستوران ها هست و به هتل ها هست و لباس های قیمتی خریداری کردن، یکی دیگر دور خود انداختن، یکی دیگر را هیچ به چشم انسانی نظر نکردن هست. این دوستان عزیز گناهی بسیار بزرگی هست. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان می کند بهترین شما کسی هست که در داخل فامیل بهترین بوده باشد. بهترین همین است که در داخل فامیل متاسفانه لبخند ما را خانم نمی بیند، فرزندان نمی بینند. در بیرون از خانه که می شویم طبعمان خوش
بسیار آرام و بسیار مصارف به خاطر دوستان و رفیقای خود داریم، ولیکن در داخل فامیل هیچگاه مصارف و لبخند و هیچگاه زن و فرزند خود را از خانه بیرون نمیبریم، چون ما عار میکنیم، ننگ میکنیم که مردم ببینن که ما با خانم خود بیرون از خانه رفتیم. پس دوستان عزیز و بی نهایت گرامی، کوشش بکنیم که در داخل فامیل بهترین بوده باشیم. بالکل مولای صاحب نکات خوب را اشاره کردین. برمیگردیم به این موضوع که خلق نیکو در خانواده اهمیت بسیار زیاده دارد و آداب و نزاکت توسط اعضای خانواده میان خانواده باید مراعات شود که باعث فواید بسیار زیاد در خانواده و محیط خانواده می شود. در خانواده هایی است که متاسفانه بعضی اوقات یا به اساس فقر بیچارگی یا به اساس عوامل دیگر اتفاقات بدی به وجود می آید. بعضی وقتا باعث از این میشه که به حساب باعث جنجال لفظی در خانواده شود. آیا از دید شما در خانواده پدر مادر در مقابل اولادایشان به اساس مشکلاتی که وجود می آید با هم دعوا میکنن، در نزد اولادا که دعوا میکنن، چه مشکلات میتونه در خانواده به وجود بیاره؟ این که پدر و مادر و والدین گاه در داخل فامیل و در داخل خانه با هم دعوایی که می شود، جار و جنجال و کشمکشی که می شود، مشاجره‌ای که صورت می گیرد، این تأثیر بسیار بد و منفی بر اعضای خانواده می گذارد. بالکل. از جمله می بینیم دوستان عزیز، ما و شما خو حتما همسایه هایی داریم، حتما زندگی در همین اجتماع و در همین مناطقی که هستیم داشتیم و دیدیم و می بینیم. متاسفانه همیشه آن خانواده هایی که زندگیشان بجار و کشمکش و دعوا سپری شد، فرزندانی از لحاظ روحی و روانی مشکلات دارند. فرزندانی دارند که همیشه عصبی هستند، فرزندانی دارند که همیشه آنها هم به شکل پدر و مادر با دو کلمه میبینیم که جنجالشان بلند میشود. حتی خدای ناکرده دور از همه ما و شما خوبان میبینیم که موضوع به قتل هم کشیده شده، به خاطری که ما فرزندان درستی تربیت نکردیم. چرا؟ چون خودمان متاسفانه درست تربیت نشده بودیم. و حتی میبینیم که چرا در جامعه‌ای که ما هستیم روزها و هفته‌ها و ماها صدها موضوعات طلاقی داریم. میبینیم که دو جوان فرزند دارن، زندگی دارن، خوب برابر هست، ولیکن به خاطر اینکه همیشه جار و جنجال و دعوا و کشمکش هست، میبینیم که موضوع به طلاق و به جنجال و محاکم کشیده میشود. این همه برمیگردد به اینکه متاسفانه ما درست تربیت نشدیم. پس همان کلمه اولی که بربگردیم، ادب در داخل فامیل بسیار مهم است. از لحاظ طبی و روحی و روانی دوستان عزیز، وقتی که پدر و مادر با هم دیگر جنجال پیدا میکنن، همان موضوع ایمانی ما بیان میکند که شما از خانه برین بیرون مشکل خود حل بکنین، یا به یک اتاق مشخص برین که هیچ کس خیلی شما نباشد، بدون این که صدایتان بلند شود، بدون این که فرزندان بترسند، بدون این که همسایه ها خبر شوند. عزت همدیگر را حفظ بکنین، آبروی همدیگر را حفظ بکنین، مشکل خود را بین خود حل بکنین. و حتی در کشورهای دیگر دوستان عزیز میبینیم کسانی که مشکل پیدا میکنن میروند به پارک، میروند به ساحلی، در آنجا با همدیگر میشینن، دو به دو صحبت میکنن، گفتگو میکنن، و اگر سوء تفاهمی باشد یا اگر کسی که سالم باشد و کسی که عیب داشته باشد، همه را یک طرف میکنن، همانجا فیصله میکنن، مشکلات حل میکنن، دوباره با یک عالم طبیع خوش به خانه برمیگردن. امروز متاسفانه چرا فرزندان ما از این که در خانه باشند در بیرون راحت تر هستند؟ چرا؟ چون در داخل فامیل همیشه دعوا هست. چرا فرزندان ما همیشه به این فکر باشند دست و پایشان بلرزد؟ چرا فرزندان ما همیشه از لحاظ ذهنی و روحی پریشان باشند که حالا داخل خانه شدم جنجال هست، حالا جنجال می شود، بعدن جنجال می شود، 10 دقیقه پس جنجال می شود؟ همین که پدر و مادر بالا یک موضوع بسیار بی ارزشی که صحبت میکنن، فرزندان عرق میکنن، فرزندان دست و پاچه میشوند که حالا جنگ شروع میشود. چرا فرزندان خود را با این همه وحشت ما بزرگ بکنیم؟ چرا فرزندان خود را و فضای خانه را چرا ما برای همدیگر دوزخ و جهنم قرار بدیم؟ متاسفانه فرزند همیشه میبینیم در بیرون هست. چرا خانه نمیری؟ چرا در خانه نمیری؟ وقت خود را نمیگذرانی؟
بیان میکند که چون همین که داخل خانه شدم پدر و مادرمان دعوا میکنن، کشمکش میکنن، بالای موضوعات خردریز میبینیم که هم دیگر را لطکوب و داو و دشنام و بیابی صورت میگیرد. تمام همسایه ها خبر میشوند. دوستان عزیز، بیاین که فضای خانه را برای فرزندان خود فضای ایمانی قرار بدیم، فضای محبت و دوستی قرار بدیم. از این که فرزندان ما علاقهشان به این باشد که وقتشان بیشتر در بیرون با دوستان کوچه‌ای خود، با دوستان بازاری خود سپری بکنن، چرا در کنار والدین خود سپری نکنن؟ چرا در فضای پر از امن و امان و پر از آرامش خانه سپری نکنن؟ ولیکن اینجا ما والدین بسیار مشکل داریم که دعوا و جنجال و کشمکش و خستگی ها را به وجود می آوریم. فضای امن و فضای پر از آرامش داخل خانه ندارد. همین است که فرزندان ما به جاهای دیگر به دنبال فضای امن و به دنبال دوستی و محبت می گردند. بالکل مولای صاحب محترم، واقعا که نکات بارز شما اشاره کردین و موارد اساسی را بیان کردین. انشاءالله که خانواده های عزیز به این نکات حتما توجهی داشته باشند تا بتانند در زندگی خانوادگی زندگی بسیار عالی داشته باشند. مولای صاحب اگر کوتاه بگوین که نقش اخلاق نیکو در تحکیم روابط خانوادگی چیست؟ نقش اخلاق نیکو در تحکیم خانواده فقط تمام خوشبختی ها با همین اخلاق نیکو وابسته هست. اگر ما در داخل فامیل هر کدامی، مثلا کسای در خانه زندگی میکنن، پدر هست، مادر هست، فرزندان، برادران، خواهران هستن، هر کدام به همان حد و اندازه‌ای که دارن احترام بکنیم، انشالله که خانواده ها آباد میشوند. چون قبلا هم بیان کردیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که اگر فرزندان احترام پدر و مادر را کردن، اگر پدر و مادر هم هر قدر که سنشان به پیری و کهولت میرسد باز هم پدر هستند، باز هم مادر هستند، که همیشه ما باید گوش به فرمان پدر و مادر بوده باشیم که چی فرمان بر ما میدهند و ما همیشه احترام پدر و مادر را داشته باشیم و همچنین نسبت به برادر و به خواهران خود سخت احترام قائل بوده باشیم. همیشه از کلمات خوب استفاده بکنیم، از اخلاق محمدی و از اخلاق قرآنی استفاده بکنیم. همین است که در داخل فامیل اخلاق و زندگی پر از خیر و پر از برکت را الله متعال برمان نصیب می‌گرداند. بالکل. اگر برعکس صحبت کنیم، پس بد اخلاقی و اخلاق بد چی تأثیرات منفی در فضای خانواده ایجاد میکنه؟ اخلاق بد برای همه ما و شما معلوم است که متاسفانه بعضی مردم هستند که بسیار زبانی بسیار بد دارند. همیشه از زبانشان داو میبراید، دشنام، سخنانی بد، غیبت، تهمت، بهتان، سخنچینی. یعنی اینها چیزهایی هستند که متاسفانه خانواده ها را از ریشه خراب میکند. مانند یک موریانه ای هست که در داخل یک چوب داخل می شود، آهسته آهسته همین چوب با این قوت و عظمتش از بین می رود و نابود می شود. پس به همین لحاظ از دوستان عزیز که اخلاق بد در داخل فامیل، با پدر دعوا کردن، با مادر دعوا کردن، نصیحت پدر را نشنیدن، نصیحت مادر را نشنیدن و همراه پدر و برادران در داخل فامیل همکاری نکردن، همیشه شانه خالی کردن، یعنی اینها چیزهایی هستند که متاسفانه آهسته آهسته ما را از داخل فامیل و از خانواده ما را بیرون میاندازند و سبب میشوند که ما دیگر آن محبوبیت و آن دوستی را در داخل فامیل نداشته باشیم. بالکل. و من حیث سوال آخری جناب مولای صاحب کاشفی، چگونه می توانیم احترام متقابل بین اعضای خانواده ایجاد کنیم؟ به این معنا که بزرگای خودم و شما بزرگ بشماریم و برشان احترام داشته باشیم و اطفال نازنینی که در خانواده وجود دارند بر از اونا یک شفقت وجود داشته باشه، یا به طور خلاصه یک احترام متقابل در یک خانواده چگونه ایجاد کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین موضوع را برای ما مشخص کرده و بیان کرده که از امتی من نیست، یعنی این کار امتی من نیست، این که بزرگان را احترام نکند و کوچکترها را شفقت و مهربانی نکنیم. یعنی دوستان عزیز، وقتی که ما نسبت به کوچکترها مهربان بوده باشیم، دست نوازش بر سر آنها کش بکنیم، آنها را در بغل خود بگیریم و یک تحفه و یک هدیه برای آنها تقدیم بکنیم و از جیب خود بعضی تحایفی که هست، پیسه هست یا کدام موضوع دیگری هست برشان میتیم، چقدر اینها با ما
انس میگیرن، با ما الفت میگیرن، با ما محبت میگیرن و هر گاه و همیشه ای که ما را ببینن احترام خاص برای ما قائل هستند، چون میفهمند که ما را دوست می‌دارد. پس اینجا دوستان عزیز و شنونده های خوب این برنامه زیبای ما، این که باید پدران عزیز، بزرگان عزیز، اول اینها برای کوچکترها همیشه شفقت داشته باشند، چون همین کوچکترها هستند که با مشاهده کردن بزرگترها آداب را یاد میگیرن، اخلاق را یاد میگیرن. وقتی که در داخل فامیل پدر نماز خوان، فرزند هم یاد میگیرد. وقتی قرآن تلاوت کرد، فرزند هم یاد میگیرد. وقتی که پدر از دروغ گفتن بسیار بدش می آمد، وقتی که پدر در پیش چشم فرزند سیگار نکشید، نسوار نکشید یا موضوعات دیگری که هست، بسیار با اخلاق محمدی زندگی خود را عیار کرده بود، فرزند هم یاد میگیرد که حتما به این طریقه راه رفتن، به این طریقه حرکت کردن خیلی اهمیت دارد، چون پدر ما بسیار با این توجه خاص دارد که این حرکات و این سکنات و این اعمال در داخل فامیل بوده باشد. همین جاز دوستان عزیز، آهسته آهسته همین جامعه از خانواده ها تشکیل می شود. وقتی خانواده ها اصلاح بودن، خانواده ها آباد بودن با قرآن و با شریعت اسلام، همین است که جامعه ما و شما هم آباد می شود. بخیر سلامت باشی جناب مولوی صاحب کاشفی که در مورد اهمیت آداب و اخلاق در فضای خانواده با ما صحبت کرد. بخیر سلامت باشین. صحیح رفتار کردن در خانواده، به همه اعضای خانواده با احترام بپردازید و حقوق و نیازهای آنها را محترمانه در نظر بگیرید. با زمان کافی را با خانواده سپری کنید و در فعالیت‌ها و گرد همایی‌های خانوادگی شرکت کنید. بله شنونده های عزیز، موضوعی را که در برنامه اسلام و نظام خانواده انتخاب کرده بودیم، اهمیت آداب و اخلاق در فضای خانواده بود که همراه مولوی صاحب احسان الله کاشفی در مورد هم صحبت‌های داشتیم. انشاءالله تا ای که با تقدیم نمودن برنامه بعدی در خدمت شما شنونده های عزیز قرار میگیریم. همه شما را به الله منان می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.